لالا جان نام چی است؟ نامی آقا جانت؟ نامی بابت؟ بابا کلانت؟ چند سال هستی؟ از کجا هستی؟ بنده کیستی؟ امت کی هستی؟ در مذهب کی هستی؟ در دین کی هستی؟ دروغ گفتن چی داره؟ نان نخورده چی میگی؟ کوکا را دیدی چی میگی؟ هر کی صدا که چی میگی؟ در غسل چند فرض است؟ در طهارت چند فرض است؟ نماز دیگر چند رکعت است؟ در تیمم چند فرض است؟ در تیمم چند فرض است؟ دین اسلام چند است؟ اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم. 4 خلیفه اسلام نام بگی. پدر حضرت محمد چی نام داشت؟ پدر کلانش، مادرش، دامادش، نواسش، خانمش. حضرت محمد از کدام قبیله بود؟ اولین سوره که به حضرت محمد نازل شد کدام سوره بود؟ نزول قرآن کریم در کجا بود؟ بزرگترین گناه به نزد خداوند چی است؟ اولین زنی که در روی خدا شهید شد کی بود؟ اولین زنی که در روی خدا شهید شد کی بود؟ سمیه. کی بود؟ زود بگو. زنی حضرت یاسر. با چند کتاب ایمان داری؟ با کدام 4 کتاب؟ تورات. قرآن شریف کی نازل شد؟ تورات کی نازل شد؟ انجیل کی نازل شد؟ زبور کی نازل شد؟ آفرین. با خدا چی داری؟ با پیغمبرش؟ با قرآن شریف؟ بلند بگو. با روز آخرت؟ ایمان یعنی چی؟ یعنی باور کردن. طلب علم بر زن مرد مسلمان چی است؟ فرض است. آفرین. هر کس کلمه نخونه چی میشه؟ کافر. بخون کلمه تا. لا بخون دعا تا. بخون شعر تا. آفرین. میخوای در آینده چی شوی؟ افغانستان چند ولایت داره؟ 34 ولایت. داود خان در کدام سال به قدرت رسید؟